یه قرون بده، یه قرون. رمزو حالا چطوره؟ هنوزم مثل سابق مردم بهت میخندن؟ اذیتت میکنن؟ من نیستم دیگه. من مردم. حالا من گل میفروشم. گل میفروشم. گل. زیرا که توی کارم یا جان من و جان تو گویی که یکی بود است سوگند بدین یک جان که از غیر تو بیزارم یا توی عقلم توی کارم یا خار سر دیوار است بر بوی گل وصلت من مشتعل خارم یار خارت که چنین باشد گلزار تو چون باشد ای برده و ای خورده اسرار تو اسرارم یار توی عقلم توی کارم یار نمیدارم زیرا که توی عقلم زیرا که توی کارم یار جان من و جان تو گویی که یکی بود است سوگند بدین یک جان که از غیر تو بیزارم یار توی عقلم توی
در بازه، هر کی هستی بیا تو. سلام حیدر خان. ببین کی اومده، زن آقا عبدالله خودمون. سلام پسرم. توی عبدالله سلام جون، خاله. خوش اومدی. قدمت رو چشم. کی اومدی خاله جون؟ قربونت همین برم. الان خاله جون با قطار اومدم. ببینم آقا عبدالله جون، نظام وظیفت تموم شد؟ خب معلومه، اگه تموم نمیشد که مرخصش نمیکردن. حالا قدمش رو چشممون. البته که قدمش رو چشممون. اینجا هم مثل خونه خودشه. به سلامتی. بیا خاله جون بخور. وقتی خبر مرگ بابام به هم رسید خیلی دلم گرفت. دلم میخواست میتونستم قبل از مرگش حتی برای 1 ساعتم که شده ببینمش، اما شب روز میشده میدیدم باز تو سربازخونه. همین که خدمتم تموم شد یه راست رفتم تهران سر خاک بابا. ولی چه کاری از دستم برمی اومد. این بود که اومدم شهر خودمون تا اقلا آرزوی اونو برآورده کنم. در ضمن گیلانم ببینم. خدا لعنت کنه اکبر خانم. اون باعث شد که بابام دیر مرگ بشه. خدا غرق رحمتش کنه. آمین. نصیحت اون خدا بیامرز هیچ وقت از یادم نمیره. همیشه آرزو داشت چوب بریش پاورجا بمونه. مدام به گوش من میخوند که نذارم چوب بریش بخوابه. خدا بیامرز میگفت پت پت موتور کارگاه صدای قلب منه. تا اون کار میکنه انگار نه انگار که من مردم. میگفت مشغول زنبه من باشه اگه پی این کارو نگیری. خب پس تکلیف من بعد از سربازی معلوم بود. سوار شدم اومدم به وصیتش عمل کنم. روزگار. خب حالا این حرفا رو بذاریم کنار. الان 2 ساله که شما رو ندیدم. بگیم ببینم چی کارا میکنین خاله جون؟ چطوری؟ گیلان چطوره؟ کجا هست؟ زن حواست کجا رفته؟ نمیدونم تو امروز چت شده. این 7مین باره که ظرفت دستت میافته. میدونی همون یه دختر 19 ساله رو وقتی ول کنن و برن، اون وقت که برگردن میبینن 20 ساله شده. یعنی پیر دختر شده و ترشیده و رفته پی کارش. دختر دم وقتی که تو خونه بمونه برای پدر مادر حکم سلاطون رو پیدا میکنه. خلاصه کلون باید با اولین بادی که میاد پرش داد. منم دادمش به اکبر خان. هوا خیلی خراب شده. مثل اینکه پنجره آشپزخونه رو باد باز کرده. الان حیاط دود ور میداره. برم ببندمش. پشت در بچه‌رم یه سنگ بذار که بعد بازش نکنه. خیلی خوب. حتی صبر نکردین آب کفر پدرم خوش بشه. پس نشون گرفتین که توفتون درست بیفته تو پیشونی ما ها؟ دست دختر شیرینی خورده من گرفتین گذاشتین تو دست اون نامرد، کسی که به پدر من نارو زده بود. مگه نامردی غیر از اینه؟ گیلان سلام، امروز زود از کار برگشتی؟ خبرای خوبی برات دارم. میدونی کی اومده؟ عبدالله پسر خالت با قطار 2.5 رسیده. این خبر خوشحالت نمیکنه؟ چی میخوای بگم؟ اومده خب خوش اومده. آخه اون پسر خالته از اون بالاتر. تو به اصطلاح شیرینی خورده اون بودی. لابد وقتی بفهمه که زن من شدی خیلی ناراحت میشه. با عجله اومدی خونه که اینو بهم بگی؟ طبیعیه، اگه منم جای اون بودم ناراحت میشدم. راستی تو دلت نمیخواد به دیدن اون بری یا اون به دیدن تو بیاد؟ بالاخره هرچی باشه شما دوتا مدتی با هم پسر خاله دختر خاله بودین، نامزد بودین و از اینجور حرفا. تو میخوای من اعتراف کنم که اونو دوست دارم؟ ولی حالا من زن تو هم و اگه قرار باشه کسی رو دوست داشته باشم اون تویی. اکبر خان این حرفا رو نزن، ملال میاره. میخوام از بابت تو خیالم راحت باشه. میخوام بدونم
برگشتن اون جوان چه اثری توی زندگی ما میذاره؟ تو به من وفادار میمونی یا به اون فکر میکنی؟ میخوای بدونی ها؟ به تو وفادار میمونم. بعد از 2 سال به خونه و کاشونم برمیگردم. به خونه ای برمیگردم که همه چیزش عوض شده و رنگ دیگه ای گرفته. پدر بیچارم در نبودن من با فقر و فلاکت مرد. دختری که میباس منتظر من میموند حالا با مرد دیگه ای زندگی میکنه. دیگه برای من چی مونده؟ هیچ. من وارث چوب بری پوسیده ای شدم که باز چرخ از کار افتاده ای اونو به حرکت در میارم. به چشمه‌ای که خوش شده حسرت نخور پسرم. فکر پیدا کردن یه چشمه تازه باش. خوش اومدی آقا عبدالله. رفته بودم لب رودخونه بهم گفتن تو برگشتی. آجا حال چطوره؟ میبینم هنوز سر حالی. نه آقا عبدالله جون، آدم که پیر شد فقط به درد این میخوره که سر قبرستون مواظب مرده ها باشه. خدا رحمت کنه پدرتو، جوونی و عمرشو گذاشت روی این چوب بری. اما دیگران اومدن حاصلگی عمر زحمتشو به این روز انداختن. زندگی یعنی همین پسرم، یه طرف میره پایین تا طرف دیگه بره بالا. عینهو الله کلنگ. بله رسم و قاعدش همینه. روباه خرگوشو میخوره، گرگ روباه و شیره گرگه رو. این قانون خداست. این قانون خدا نیست پیرمردی، قانون جنگله. آدمیزاد هزارون ساله که دیگه تو جنگل زندگی نمیکنه. چون قانون جنگل قانون انصاف و عدالت نیست. تازه قانون جنگل قانون خدام که باشه، از کجا معلوم من از اکبرخان ضعیف‌تر باشم؟ چرا اون روباه نباشه من شیر؟
بساط این هفتمون خیلی زیاده. نمیتونیم به موقع کارهای حسین قلی خانه حاضر کنیم. اگه هفته دیگه بشه ممکنه بتونیم برسونیم. باید تا آخرین هفته چوار تحویل بده. من به اونا قرارداد دارم. نمیتونم زیر امسال بذارم. میبینم خیلی عوض شدی. خب اونی که میتونه عشق آدم رو با پول بخره لابد پس خریدن زبون آدم هم برمیاد. برگشتی اینجا چی کار؟ حق با توه. باز زودتر میومدم اگه میخواستم تو عروسی دختر خالم باشم. میذاشتی 3-4 سال دیگه میومدی؟ درسته گیلان، من دیر اومدم، ولی همه تو میدونستین که من به خدمت نظام وظیفه رفته بودم. آخه تو پدر مادرت چی فکر میکنی؟ اونی که فکر کرده میتونه تو صورت من توف کنه نمیبینم. غرور درد تو رو دوام خاموش موندن از لعنت خدا بدتره. تو فکر میکنی گذشت زمان آدم زخم خورده رو شفا میده؟ آره. اگه نوک کارت فقط استخونش خورد کرده باشه آره، اما اگه نوک کارت به روحش به غرورش گرفته باشه دیگه هیهات. برگشتی اینجا برای چی عبدالله؟ آره درسته، اینجا برای من جایی نیست. تو این محل واسه من یه مش دشمن باقی مونده. نه عبدالله، دست کم من از اونا نیستم، باور کن. چه کنم که تقدیر راه دیگه پیش پام گذاشت؟ تقدیر؟ تو بهتر از هر کسی میدونستی که پدرم چجور مرد و چرا مرد. تو یکی خوب میدونستی که پدر بدبخت من دست کی مرد. اون وقت میگی تقدیر؟ تو آخه تو چطور راضی شدی؟ از من نپرس عبدالله، من هیچ جوابی ندارم که به تو بدم، واقعا هیچی ندارم که بهت بگم. چیه رمزون؟ گل این مال تو، این مال تو.
اینا مهرگیان سر وقت آبشون ندادن پلاسیده شدن. امروز چهارشنبه است. منم مردم. اینو به هیچکی نگفتم. من یه مردم. نه من نمردم. برو اما تو پسر حساب گلیمتو داشته باش که پاتو دراستر نکنی. اینجا همچین پایی رو قلم میکنن. خیلی گرون خریدیش. میترسی ضرر کنی نه؟ میترسی کفترش پر بزنه ها؟ نه ترس بیرو من. نامرد حقیقت همینجا حسابتو پاک کنه. عبدالله نه دستت بردار بیشور برو کنار. من بالاخره یه روز تو رو میکشم. همونطور اینقدر گردنتو فشار میدم که مثل سگ زیر دست پام جون بدی. باشه پسر، کاری میکنم که از برگشتنت پشیمون بشی. میکشمت، با دستای خودم میکشمت. آره بکشش. او قاتل گولاست. او گوله رو کشته. بکشش. رند بلا رو میکشم. قاتل گلا رو میکشم. اون ناقلا رو میکشم. رند بلا رو میکشم. اون ناقلا رو میکشم. قاتل گلا رو میکشم. رند بلا رو میکشم. قاتل گلا رو. سر تو بازی باشه. باید تومون بدی. مثلا دو چایی بعد بیار اینجا. سلام. جاف 3 تا بازی کن. کلک نزن. 2-3 بود. یه کشتم داری. بیا. برخر مگس معرکه لعنت. من تحمل حرفای مردم رو ندارم. همچین بیرو درواسی بهت بگم. اگه یه روزی بفهمم که مردم دنبال ناموسم دارن لغاز میخونن، خودمو نابود میکنم. همینطور تو رو. این دفعه آخر باشه که بین من و تو اینجور حرفا پیش میاد. آخه باید بفهمی من میخوام زنم مال خودم باشه، نه جورایی دیگه. اکبر خان، من زن توام. تو باید قبول کنی که همیشه حرمت تو رو به جا آوردم. تو دین ما میگن اگه زنی به شوهرش ناحقی کنه جاش تو آتیش جهنمه. اما اکبر خان، اون مرد عبدالله رو میگم، پسر خاله منه. بله درسته، اینو میدونم که اون جوان پسر خالته، اما شوهر تو دلش نمیخواد که با اون روبرو بشی. چشم. حالا که تو میخوای چشم.
لابد انتظار نداشتی من اینجا ببینی ها؟ اومدم به دیدنت چون میدونم خیلی تنهایی و تنهایی هم بد دردیه. البته خودت خواستی که تنها باشی. خلاصه اومدم کمکت کنم. اگه به غرور تو اینجور حرفا بر نمیخوره من میخوام دستتو بگیرم و ببرم پیش خودم، چون هرچی باشه پسر خاله زن منی. ضمناً این پنبرم از گوشت بیرون بیار که من باعث مرگ پدرت شدم. چی میخوای بگی؟ جان دلم، کسی تو این ولایت برای تو فاتحه بی الحمدم نمیخونه. مردم عامی میگن که تو اومدی تو چوب بری با من رقابت کنی، مبارزه کنی، بجنگی. آره؟ این مسخره نیست؟ این عراجیف چی که تو دهن بعضی از مردم ولایت افتاده؟ مثلا همین که من باعث مرگ پدرتو شدم و حالا تو اومدی که از من انتقام بگیری. اگه مردم خیال کنن که فردا صبح توی میدون شهر یه گربه با یه ببر می جنگه، خودمونیم. واسه یه ببر سرشکستگی نیست. از اینجا برو بیرون.
مردم، حالا نبرد تن به تن بین دو مرد گول پیکر، دو حریف دیرین، دو رقیب، دو مبارز، دو مردی که امروز رو در روی هم میستن و سرنوشتشون معلوم میشه. بیاین به میدون. بفرما اینم نهار شما. این مگه نگفتم یه دیزی 2 نفره واسه من بیار؟ باز که این فیسقلی رو آوردی. بابا تا ما اینی وجه کنه چه اشتهایی داری؟ برای اینو بقول تایی که بیاست بیارم. من پولشو میدم. بیار این گوشتیش بود. اسم تو جوادی؟ بله، شما کی هستین؟ اسم من عبدالله است. یه چوب باری کوچیک اونور رودخونه دارم. آره حالا شناختمه. چوب باریتون هنوز تعطیله؟ میخوام راش بندازم. دست انام دنبال چند تا چوب بار میگردم. پرسجو کردم میگن تو از اکبرخان دل خوشی نداری. اگه دوست داری خودت با یکی دو تا دیگه بیان با من کار کنی. بالاخره راش میندازی. حساب همه جاشو کردی؟ میگن اکبرخان نمیذاره چوب بری تو علم کنی. میدونی من از اکبرخان نمیترسم. من یه چوب برم، یه کارگر. اینجا نشد میگم یه شهر دیگه. فکرش نکن. من کارگاه را میندازم. از هیچ کسم ترس و واهمه ندارم. فقط تو بهم بگو میه پیشم کار کنی یا نه. بهم تا غروب فرصت بده. بعد نهاری میرم کارخونه با چند تا از بچه‌ها در میون میذارم. سعی میکنم راضیشون کنم. اون وقتی که همه کارا درست میشه. شهید نه دیگه حرفله بس نگه بود که اصلا نتونستم بلندش کنم. خیلی تنگ.
بعد بلندش کردم گذاشتم این زیر عقرب وسط درستش کردم ولی خیلی سنگی عرض نمیتونست ببردش اینقدر سنگی که نمیتونست خیلی بد شده دکتر نرسونه بینم جواد شکمت پیو برده اندازه مواجبی که میگیری کار نمی کنی. کدوم مواجب غلام؟ این پول بخور و نمیری که ما میگیریم دیگه جای منت کشیدن نره. اگرم دوست نره میتونی ما رو مرخص کنین. با این چندرغازی که میدیم فکر میکنید جون آدم خریدین؟ نداشت. ما حوصله گندگویی شما رو نریم. پس شکمت سیر شده و زبونت دراز. صحیح غلامونو بیارش تو ببینم چه مرگشه. بیا ببین اکبر خان چه کارت داره. بیا ببینم. حالا کارت به جایی رسیدی که میخوای کارگرای من اقبال بکنی؟ یوسف. بله خانم. برو استکانا رو وردار یه دور دیگه براشون چایی ببر. خانم همین الان براشون چایی بردم. خیلی خوب برو. خدا قوت برادر. بی زحمت یه دقیقه بیا پایین. ببخشید آسد مشتبه رو میخواستم ببینم. چی کارش داشتین؟ میخواستم یه مقدار چوب ازش بگیرم اره کنم. والا میدونی برادر حالا که فکر نکنم چیزی بهت برسه. میدونی چیه داداش؟ تمام درخت این طرف تا 3 ماه دیگه کنترات اکبر خانه. بازم که کار خاموندین؟ برین به کاراتون برسین، اینجا که مهمونی نیست. بهتره بری به کارگرای ارباب در را نهی کنید قلوم. حاضر اون چای که دهن گندت باش. بلش کنین سر به سرش نزدین. اون دلش از جای دیگه پره. قیافه من خوشش نمیاد. خب نگفتین آسد مشتبه رو کجا میتونم ببینم؟ 100 متر بالاتر بری دست چپ میرسی به دفترش. من نمیتونم با اکبر خان سرشاخ بشم. اون سالهاست مشتری منه، اگر چه ارزون تر میخره، ولی من مجبورم باهاش را بیام. راستش کاری از دست من ساخته نیست. آسد مشتبه تو باید به من کمک کنی. شاید تو یکی بیشتر از هر کسی وضع منو بدونی. میخوان جلومو بگیرن، نذارن چرخ کارگار رو را بندازم. تا که یه وقتی با مرحوم بابای من دوست بودی و خونی یکی بودیم، حالا حقش بود هوایی منو داشته باشی. نفهمیدم چرا از وقتی دوباره پامو توی شهر گذاشتم پسر شمر زل جوشن شدم و همه روشونو برگردوندم. حتی آسد مشتبه دوست قدیمی بابا. والا نمیدونم چی بگم. یه بار چوب بیشتر نمیتونم بهت بدم تا 2 هفته دیگه هم اینجا پیدات نشه. اینم قبض خروجیش. ببخشین آقا، یه بار چوب هم الان میخوام. بیا اینم برگ خروجش. دیر اومدی بخوای زود بری یا خود معطلی داره؟ باید وایسی تا نوبتت بشه، تا غروب طول میکشه. ببین چی بگم، حقت میرسه. بار این کامیونا همش مال اکبر خانه. تو این چند هفته داریم سفارشای اونا رو پر میکنیم. اون اکبر خانه خورنده کارخونه‌شم خیلیه. من با یه بار چوب بارم چی معامله میکنی؟ آقا پسر اون چوبا صاحب داره، تو برو به کار برس. صاحبش هم خیلی گردن کلفته. بچه بیا مثل که یه خبراییه. هرچی ما کوتا میم تو پاتو از گلیمت درازتر میکنی. مگه اینجا خونه خاله است ها؟ من نیومدم با شما یکی بده کنم. یه بار چوب دارم، علالم تحویلم دادم. باشه بینم کجا؟ بزنینش. بگیرینم.
فرار کردی. فرار کنه جلوشو بگیری. خورای تن لش. از شماها اونجا چه غلطی میکردین؟ اگه بنا باشه هر کی از راه برسه و هر کاری دلش بخواد بکنه که نمیشه. بیارزگی شماها برای من گران تموم شد. به این 30 ساله هیچ کس نتونسته چوب لای چرخ زندگی من بذاره. اکبر خان ما سعی خودمون کردیم اما نفست ببار پرخور بیخاصیت احمق. این پسر باید تون این پررویش پس بده تا بفهمه اینجا دنیا دست کیه. خدایا شکرت. این اره چه چهچه ای را انداخته، عین بلبل داره میخونه. بسخونان بهتر نیست به این پسره بگی صدای نره لعنتیشو ببره؟ آره برادر، بهتر اینا صداشون در نیاد. آخه اینجا هیچ که اینجور سر صدا رو دوست نداره. ببینم 4-5 تایی این همه را اومدین اینجا که همینه بگیم. اینجور خیال کنی بهتره آقا پسر. خیلی هم به صلاحشه. بسخونان اون پسر باشعوریه، تو بگی اون از فرزاد رد شده. بریم پی کارتون ول کرده یه بدبخت. بریم به اربابتون خبر بدین اره کارگاه عبدالله را افتاده و صداش عینه بلبل چرچه میزنه. نگفتم که این پسری تختش کم و ما خلق اللهش از کار افتاده. بله شما فرمودین، اما اینو باید دوست غلام حالیش کنه. حالیش کن. والا میدونی ما میخواستیم برای تو زیافت بپا کنیم. اینجا حساب شو رسین. یا کنار یا کنار نطل نکن. باشو دستش دست کن. خب دیگه بزنو در چیتون رو بفرم. از اولش هم من نباید میذاشتم کار به اینجا رسه. حالم زیاد دیر نشده، صداشون میبریم. جسارت نباشه قربان بنده که همون اول عرض کردم نباید بهش میدون میدادیم. در صورت دیگه پاشو خیلی بیشتر از گلیمش دراز کرده. این وضع برای من قابل تحمل نیست. توی کارخونه من هیچ وقت از این حرفا نبوده. پس اگه اجازه بدین همین امشب ساکتش کنیم. امشب؟ اگه بیشتر از این میدون پیدا کنه برامون دردسر میشه اکبر خان. میترسم کار به جایی برسه که بعدا نتونیم از عهده‌اش بر بیایم. اگه اجازه بدین همین امروز قالشو بکنیم.
نه، فردا صبح 4-5 نفری میرید توی خراب شدهش و قالشو میکنید. من فردا صبح به اسم شکار میرم جنگل. نزدیکی های غروب بر میگردم. میخوام برای همیشه دهنشو ببندید. با این کار دیگرانم حساب کارشونو میفهمد. خب اکبر خان، ما رو مرخص میفرمایید؟ میخواید برید؟ خیلی خب برید، ولی مواظب تمام جوانب باشید. نمیخوام برام علم شنگی را بندازید. دیگه حرفی ندارم. خب پس با اجازتون دیگه سفارش نمیکنم. خداحافظ. خداحافظ قربان. اسباب زحمت شدیم گیلان خانم، میبخشیم. خواهش میکنم. حالا گوش کن چی میگم. بله قربان. من درست سر ساعت 5 بعد از ظهر برمیگردم. یه جوری باید ترتیب کار بدی که وقتی برگشتم شهر خبرش به گوشم برسه. خیالتون از هر بابت راحت باشه. برو ببینم چیکار میکنی. چطوری عزیزم؟ دارم سنگای جلو رامونه بار میدارم تا با خیال راحت زندگی کنیم. بیا رمزون، بیا جلو رمزون. حالت چطوره؟ اومدی جنگل گل بچینی؟ من گل نمی‌پوشم. من مردم. من گله رو نمی‌کشم. من قاتل گله نیستم. گلاتو من میخرم. هر چقدر پول بخوای بهت میدم. من گله رو بهت نمی‌فروشم. به تو گل نمیدم. تو گله رو دوست نداری. به من گل نمیدی که نده. به درک برو گم شو، مردشون اون ترکیبتم ببرن. به سر این بیرون لیاقت محبت منو نداری. که 100 ساله با من پدر کشتگی داره. نه رند بلا رو میکشم، اون ناغلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم. رند بلا رو میکشم، اون ناغلا رو میکشم، قاتل گلا رو آی بچه ننه، از سوراخ موش بیا بیرون. روز روشن کجا رفتی قایم شدی؟ دیگه داری کفرم و بالا میاری. ای از خدا بیخبر دارین چی کار میکنی؟ چرا اینجا رو به هم میریزین؟ چرا آخه؟ مگه شما یا جلو من چی کار داریم؟ من که کاری نکردم. شما معلوم میشه. بگو کجاست؟ میدونم کجاست. بگو کجاست؟ من خبر ندارم. حرف بزن. من نمیدونم تو چی میگی. اگه دلت میخواد از اون زهرو بشنوی حرف بزن. من خبر ندارم.
خدا بالاخره انتقام ما رو از شما هم میگیره. تو ببند پیر من. پس چی شده؟ اینجا چه خبره؟ چرا لال شدین؟ چیزی نیست سرکار، اومدیم حسابمون رو با این پسر پاک کنیم. مگه اینجا شهر حرف کرکل غلطی دلش خواست بکنه؟ اومده بودیم بهش بگیم راشه بکشه از اینجا بره. از روزی که پاشو گذاشته تو این ولایت یه دقیقه آسودمون نذاشته. کار و زندگیمون داره از دست میره. اگه از این شهر بیرونش نکنی مجبوریم خودمون بیرونش کنیم. غلام داری زیادی حرف میزنی. یالا متفرق شین، برین زود باشین، بریم پی کارتون. هر کی هر شکایتی داره باید زیاد پاستا. بریم. اکبر خان رفته بوده شکار تو جنگل، براش اتفاقی افتاده. چی؟ چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ بچه بیاین. قربان تو جنگل اکبر خانو کشتن، با گلوله از خور زدن. کی این کارو کرده؟ برین بگردین عبدالله رو هر جا باشه پیداش کنین. بله قربان. سه روز منو اینجا نگه داشتین که چی؟ ما که نباید قضیه اکبر خان روشن بشه. تحمل داشته باش، امروز مرخصت میکنم. میدونید چیه؟ هنوز مدرکی بر علیه تو پرونده نیست. مرخصت میکنم، اما باید تعهد بدی تا اطلاع ثانوی از این شهر خارج نشی. حرفی ندارم، باشه. بیا اینجا رو امضا کن. میتونی بری. نگهبان بره. شده؟ میخوام برم سر خاک پدر. اون یکی کی بود؟ چطور نمیشنسی؟ ملیحه دختر مرحوم اکبر خانه، دختر زن اولشه، تو تهرون درس می‌خونه. سلام سلام سلام. این یه گل یه گل مال تو.
گریه نکن. گولا خوبن، دوستشون داشته باش. تو این گولا رو نمیکشی. نه نمیکشی، تو اینا رو دوست داری، دوستشون داری. تو گولا رو دوست داری مگه نه؟ اینا گل بهشته. گل نمیتونیم تحمل کنیم قاتل آزادانه تو شهر راه بره. اون نه تنها قاتل اکبرخانه بلکه قاتل همه امام هست، چون از وقتی که این کارخونه تعطیل شده زن و بچه ما هم گشنه موندن. یه فکری بکنیم، اینجوری که نمیشه. راست میگه، اگه دست رو دست بذاریم از گشنگی میمیریم. اول باید از اون نامرد انتقام بگیریم، بکشیمش، زندگیش آتیش بزنیم. انتقام 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 انتقام. نقشه خوبی براش کشیدم، دنبال من بیاین. وایسه. من چرا باید تقاص گناهی که نکردم پس بدم؟ با این کارا من به زانو در نمیام. همه این شهر پر از دشمنیه. نشستی تا آدمای شوهرت حس و نیست منو با آتیش بکشن. تو چرا نمیخوای به اونا حالی کنی که من تو این ماجرا بیگناهم؟ انبار چوب منو خراب کردن. اگه ژاندارما نرسیده بودن کارخونم با خاک یکسون بود. تکلیف منو روشن کن. چرا بارن نمیشه جلوشونو بگیری؟ این شهر پاسکا داری؟ گیرم تو خوب میدونی که من شوهرتو نکشتم. پس چرا جلو آدماشو نمیگیری؟ من نمیتونم با یه شهر در بیفتم. یه بار که گفتم تو باید میرفتی پاسکا. اینجا برای چی اومدی؟ خب معلومه اومده که معشوقه سابقش رو ملاقات کنی.
دور از میدون بیرون رفته. بیچاره پدرم. شما باید منیه دختر مرحوم اکبرخان باشی. شما دیگه چرا چشم بسته حرفای مردم این شهر قبول میکنی؟ حرفای اونا سن نار نمیارزه. همشون مثل بزن، یکیشون که میپره بقیه دنبالش میرن. اصلا این شهر شده یه دارالمجانی، انگار همشون با من پدر کشتگی دارن. هیچ کدوم از این حرفا تو رو از گناهی که کردی تبرئه نمی‌کنی. تو باید تقاص خون پدر بیچاره منو پس بدی. من اکبرخانو نکشتم، من پدرتو نکشتم. تو چرا نمیخوای حرف بزنی؟ به اون بگو که من قاتل اکبرخان نیستم. من نمیتونم دست به کشتن کسی بزنم، اون نمیتونه منو بشناسه. چرا؟ خوب میشناسم. تو یه قاتلی. این شما دوتا لعنتی بودین که باعث از بین رفتن پدر من شدین. من نمیدونم تو با چه روی تو این خونه قدم گذاشتی. لااقل بذارین کفن اون بدبخت خوش بشه. پستی و بیشرمی تا چه حد؟ گمشو از اینجا برو بیرون. من تقاص خون پدرم ازت میگیرم بیشرف قاتل. حاجمو یه تا کفا برو پیش اون آهنگره، ببین اون خار شکسته رو جوش داده ورشته بیار. یا اون کنم دیگه حاضر باشه. چشم الان میرم. یا علی. تا برمیگردی منم میرم کنده ها رو میارم.
خوش بری بیادب و بیونری نیو بود ساعت دارم ساعت رمزون اون چیه؟ ساعته؟ نه این ساعته ساعتی ساعت چنده؟ 10 دقیقه مونده به لقمه اون از کجا پیدا کردی؟ نه این ساعت خودمه مال خودمه ساعت اکبر خانه سب کن ببینم باسا باید کاری ندارم باسا تلخیر آشتی نبود سب کن رمزون بایسا من نبودم چه برم رمزون کجایی؟ نه برو جون مادرت به من کاری نداشته با برو نه آی دنبولم و نکش پایین دایبونم افتاد نه برش حالا بی دایبون شدم دایبونم بده آقای تگ دست بالا شلوارتو بپوش اونو بیار پایین تا این بیاد بالا شلوارتو بپوش بیچاره اکبر خان نه آدم کش ببینم رند بلا رو میکشم اون ناغلا رو میکشم قاتل گلا رو میکشم صبر کن منم بیام بیا دیگه رند بلا رو میکشم اون ناغلا رو میکشم قاتل گلا رو میکشم آره من کشتمش با دستای خودم زدم درقی صدا کرد کشتم بله قربان برید پی کارتون ملی خانوم قاتل گرفتن ساعت خدا بیامرز اکبرخانو پیشش پیدا کردن اقرارم کرده که اکبرخانو کشته الان بردنش تو پاسگاه
تو این مدت همه این کارگرها از کار بیکارن. من بهشون قول دادم همین روزا دوباره کارگاهو راه بندازیم. خلاصه نمیدونم، باید شما یه کاری بکنیم. قاتلم که شناخته شد. من نمیتونم هیچ کاری بکنم. میدونی که من از این کارا هیچ سررشته ندارم. حالا تا هفته دیگه باشه ببینیم چی پیش میاد. انشالله که به فکر ما باشین. ما هنوزم مثل سابق کوچیک و نمک پروردی. خداحافظ شما. به سلامت. حالا تهمتایی که بهم زدی پس میگیری؟ از ناشیگری ممنونم و الا قلب تو سوراخ کرده. چرا میخواستی منو بکشی؟ حالا چرا اومدی نجاتم بدی؟ تو اصلا چته؟ دیوونه ای نه؟ من خیلی درباره تو اشتباه کردم. منو ببخش. تو
منو میبخشی مگه نه؟ منو میبخشی نه؟ دیگه حرفشم نزن، باید پیش میرود. قبول کن که من گناهی نداشتم. درسته، هرکی دیگه جای تو بود همین کار نکرد. بلند شو، همین جنگل رو میه گرفت، اینجوری سرما میخوره. بلند شو، کمکت میکنم. بلند شو. من نمیخوام هیچ کس از این جریان خبردار بشه. پس به حکیم باشی محله چی بگم؟ اون که میفهمه این زخم گوله است. نمیخواد پیش حکیم باشی بری، خودم میام زخمتو پانسمان میکنم. آره اینجوری خیلی بهتر میشه. با دست خودت مرهم میزنی رو زخمی که خودت. آخ من که ازت عذرخواهی کردم. اگه من کشته بودی با عذرخواهی زنده نمیشدم. خوب حواستو جمع کن. ببین این ساعت رو میشناسی؟ این ساعت از کجا آوردی؟ مال کیه؟ یه ساعت مال منه. من ساعتم میخوام. ساعتمو بده. رمزون تو دیگه منو کلافه کردی. بگو ببینم اکبر خانو کشتی یا نه؟ آره دیگه خودم کشتمش. بابا میخواستی کی با کشته؟ خوب کار کردم نه؟ تو کشتی؟ چجوری کشتی؟ چجوری کشتم؟ اینجوری دوختمش. بابا نخون سوزن با جوالدوز با سنجاقلفی دوختمش. لباشو دوختم، چشهاشو دوختم، نفسشم دوختم. حوصله‌مو سر برد. این نمیتونه مرتکب قتل بشه. باید یکی دیگه اکبر خانو کشته باشه. آره اون خودش گفت میکشمت. کی گفت؟ کی گفت میکشمت؟ آقا عبدالله گفت میکشمت. با دستای خودم میکشمت. خودش گفت میکشمت. گفت زنده بلا رو میکشم، ناقلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم. گلوله چطوره؟ بهتر شدی؟ آره بهتره. چرا اونجا زیر بارون وایسادی؟ خیس میشی. بی بالا تو ایوون. میخوام زخمی تو ببینم. آستینی تو در. همینجا؟ ممکنه ما رو ببینم؟ این تو چیه؟ یه کلبه متروکه. چه خوب. ببریم تو زخمت پانسمان کنم. بیا.
به هر حال از اتفاقی که افتاده خیلی متاسفم. والا نمیدونم چی بگم. حق داریم قصه دار باشیم. مزاحمت ما هم بیشتر ناراحتتون میکنیم، اما چاره ای نداریم. ما مأموریم و معذور. پرونده باید تکمیل بشه. باید اطلاع داشته باشین که ما رمزون، همون دیوونه‌ای که متهم به قتل اکبرخان بود، آزادش کردیم. مدارک نشون میده که قاتل شخص دیگه‌ایه. اونجور که از حرفای رمزون دستگیرمون شده، گویا یه روز عبدالله پسر خالتون در حضور شما اکبرخان خدا بیامرز و تهدید کرده بوده که همین روزا اونو میکشه. اگه شما این جریانو بگین، فکر میکنم مدارک ما برای دستگیری عبدالله به اتهام قتل اکبرخان کافی باشه. روز تو میدون پشت بازار گردن اون خدا بیامرز رو گرفت، مثل قصابی که میخواد سر گوسفندی رو ببره، چسبوندش به جیب، سرشو کوبید به آهن. اون خدا بیامرز مثل کفتر پرشکسته تو مشته اون بیرحم اسیر بود، تکون نمیتونست بخوره. هرچی از دهنش در اومد بار اون مرد بدبخت کرد. بعدش هم گفت بالاخره میکشمت، یه روزی مثل سگ میکشمت. خدا اکبر، میتونه خدا هسته برای خدا برسونه که رفتم خواهش کردم. خب متشکرم، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشه. ما رو زیاد کنم. امیدوارم غم آخرتون باشه. من که خدمتتون عرض کردم، همون روز اول گفتم کار این پسر است. از روزی که اومده اینجا عبدالله محض رضای خدا دست از این لجبازیت بردار و بیا یه چند روزی از این شهر برو بیرون. اگه نری همین الان میان تو رو میگیرن. آخه چرا من باید فرار کنم؟ من که گناهی نکردم. من همه اینا رو میدونم، ولی الان تمام مردم شهر، حتی مأمورای امنیه میخوان تو رو بگیرن پسرم. من از اونجا میام غلام و دار و دستشم، میخوان تو این شلوغی تو رو بکشن. ولی من جلوی اونم وای میستم. جوونی نکن آقا عبدالله، تو رو ارواح خاک پدرت روی منو زمین ننداز. بیا و برو، نزار یه پشیمون بشی. ساعتی که اکبرخانو کشتن اون کارگاهش نبود، یادتونه؟ دارن به اینجا نزدیک میشن. مردم شهر دنبال سر مأمورای امنیه راه افتادن. آقا عبدالله راه بیفت، برو، نزار تو رو به اسم قاتل اکبرخان بگیرنت. بیا فوراً از این در پشتی فرار کن. قاتل اکبرخان عبدالله است. حاضرم قسم بخورم. از جا تکون نخور. قاتل اکبرخان؟ تو قاتل اکبرخانی؟ کجا میخوا بری؟ مگه میشه؟ آره. آی مردم، به خدا اون بیگناه، محض رضای خدا نیایید.
مواظب باش. اینجا نیست. شدی؟ از سرنوشتم قایم میشم، چون نمیخوام گوشه زندون بپوسم. نمیدونم چرا همه مردم این شهر دست به دست هم دادن که منو از بین ببرن. نه اینطور نیست. تموم شد عبدالله. مواظب باش حماقت نکنی. بیا جلو، مواظبش باش. دستتو بیار بالا. برای کنار، اگه نمیخوای کنار کنار نشه برای کنار. جمعه که آخرین دفعه است. عشقتون، قصبتون، عشقتون، حتی تنتون دروغه.
تو میخوای بری؟ منم با خودت ببر. من واسه گل آوردم. گلا رو نگرد رمزون. من بر میگردم. تو که بر میگردی؟ تو بر نمیگردی. منم با خودت ببر. منم با خودت ببر. منم با خودت ببر. از غیر تو بیزارم یا تویی